شکر وحدت که لبی خلق تبسم را دید، مادر آمدنی بچه رهگم را دید. صلح بر سوی همه دست سخاوت بگشاد، سفره خالیمان نعمت گندم را دید. دشمنی کرد کسی نسبت مردم در خود، عاقبت قسمت جان دادن کژدم را دید. رفت سرما و به انگیزه امید نوید، چون تنور دل ما آتش هیزم را دید. هیچ بیگانه نکرده است به ما غمخواری، خلق از رهبر خود حس ترحم را دید. به سبب نیست وطن نسخه جنت گشته است، ذوق برداشت خدا وحدت مردم را دید. شاعری شیرین بیان دلشادزاده فیض‌الله سلیمان که با تخلص مهرآوری مسجاری شناخته گردیده است، یکی از قلمکشان است که با شوق و شور به میدان ادبیات آمد و در مدت کوتاه صاحب نام گشت. از مجموعه نخستین اشعارش با نام شبیه شرق تا به مجموعه دیگر سعادت از ارادت، شعرهایش تکامل یافت و به دل خواننده نشست. به مهارت و استعداد او به عنوان شاعری جوان استادان بهای خوب دادند. او اشتراکچی و غالب چندین آزمون‌های جمهوریوی از جمله آزمون جمهوریوی فروغ یوسفی دانای کتاب است میباشد. برای فعالیت نظررس در ساحه علم و معارف با نشانی سرسینگی علاچه معارف و علم تاجیکستان و برای فعالیت ثمرناک با نشانی سرسینگی مدال جشنی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سو سرفراز گردانیده شده است. از سال 2021 محفل دایم و عمل کننده ادیبان جوان نزد ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوغد را تشکیل کرده راهبری آن را به ذمه دارد. من از سال 2014 این طرف پس از ختم مکتب، پس از یک سال ختم مکتب به شعر گفتن شروع کردم. براستی 2015 آخرش بود. من البته اولین شعرم در خاطر ندارم، چون اونها حتما فکر میکنم شعر هم نبودند، یک چیزهایی بودند که شعرگونه بودند، یا که ما رو مثلا اولین آتشک هایی بودند که ما رو به راه شعر گفتن راهنمایی میکردند، پیش ما رو روشن میکردند. اما شروع شعر گفتن ما از سال 2015 است. استعداد مهارت شعر گفتن مثل اون است که خداوند برای یک نفر فرزند میدهد. خب باقی مانده مثلا هنری چگونه به وای رساندن فرزند در دست والدین است. استعداد هم همین گونه است. مثلا اون والدین میتواند فرزندش به راه درست تربیت کند، میتواند فرزندش به راه بد تربیت کند. استعداد هم مثلا اگر واقعا مثلا میخواهید که مثل که پدر و مادر میخواهند در آینده پسرشان دستشون نگیرد، اگر شما واقعا میخواهید که در آینده مثلا شعر شما دست شما را گیرد، شعر شما نامبردار شما باشد، شعر شما مثلا چی میگن یک فرزند خوبی شما باشد، شما باید برای شعر گفتن خودتون شما کوشش کنید. برای شعر گفتنتون مثلا شما دانش از خود کنید، شما مهارت خودتون رو تقویت بخشید. اگر مثلا من استعداد دارم من شعر میگویم گفته، مثلا از همون واژه های قدیمه، از واژه های کهنه شده، از موضوع های آبشسته مثلا تکرارن به تکرارن گوید و مثلا از شعر دیگر شاعرها فرق نداشته باشد، شما فکر میکنم به جای نمیرسید. او در عائله زیایی محیط به دنیا آمد که والدانش با الفبای شعر و شاعری خوب آشنا هستند. در عائله که من به دنیا آمدم اصلا عائله زیایی هستند، چون مادرم هم بسیار یک بانوی دانشمند، مکتب میانه رو بسیار با بهای خوب و اعلی ختم کردن. این چنین پدرم نیز کارمند دولتی بودند، یکی از عموما شخصی دانشمند. بعد از دوره مکتب خوانی من تلقین میکردن که پسرم باید تو این کتاب ها رو خوانی، اون کتاب ها رو خوانی. همون محیط خانوادگی، همون سپارش های پیوسته پدرم بود که من میخوندم. من بیشتر کتاب های بدیهی میخوندم. بعد به همین ریشه همین
ادبیات دوستی و همین چیزها در دل ما سبز گشت. ادبیات، هر یک شاعری که در ادبیات نام نفوذ پیدا میکند یا که مثلا نامش در تاریخ میموند و یک چیز دارد برای خودش. مثلا از هر یک شاعر یک سبک خاصی خودش دارد. از کلاسیک من به نهایت مثلا حافظ دوست می‌دارم، سعیدا رو دوست می‌دارم. از معاصر بازار رو به نهایت بسیار می‌خوانم، لایق می‌خوانم، فرزانه رو می‌خوانم. در زمان‌های پیش مثلا هر یک ادیب یک استاد مشخص خودش انتخاب می‌کرد و می‌رفت به نزد اون. و امروز مثلا شرایط بسیار شرایط خوب است، مثلا تکنولوژی، اینترنت و دیگر چیزها. امروز به تمام شاعرها دسترسی داریم. ما در خانه خودتون، در کلبه خودتون، در جای کارتون بنشینید و با واسطه تلفن مثلا با هر کدام شاعری که خواهید شما صحبت میکنید، با شاعرای خلقی، با یگان عضو اتفاق نویسنده ها یا دیگر مثلا معلمی خوبی داننده زبان ادبیات. مثلا من استاد خودم در این راه استاد نعمتی نعمتزاد میدونم. استادی بسیار خردمند، بسیار دانشمند هستند. البته اون کس راهبر محفل ادبی زرافشان هستند در ناحیه مسجد. و در این روند مثلا من از نرزالله عزیزیان بسیار مصلحت میپرسم، از معلمه گلناز بسیار مصلحت میپرسم و از دیگر شاعرها. و در برابر این مثلا با جوانها در همیشه در رابطه هستیم، در صحبت هستیم. مثلا بعضی ها فکر میکنند که به یک نفر دوست جوان مثلا شعرت نشان دادن گویا که نشانی آن رو میدهد که تو ضعیف باشید. نه، اصلا جوان ها بیشتر باید با جوان ها ارتباط کنند و از نگاه همدیگر برخوردار باشند. از ما به نهایت بسیار با برادر خوبمون رادمهر سلیمانی ارتباط میکنیم، با صوفی اودین محمدی صوفی و با نوری محمدی ایستم که یکی از بسیار جوانان دانشمند است و امسال که به قریبی من کتابی نو چاپ میکنم و محررش هم همون نوری محمدی ایستم است. مهرواری مسجوحی نسل گویا و تلاشگر است که به میراث ادبی خویش با دیده احترام می‌نگرد. شاعری تازه سبک پیشگامی که با حرف انگیزنده و تاثیرگذار سخنوران آینده را دنبالروی خود می‌سازد. خواستم دیگر کنم موضوع ایجادم نشد. خواستم کردم ولی شعری خدادادم نشد. بند کردم ذهن خود با هر خیالم و ببین، با تو در یک خانه بودن بیرون از یادم نشد. سالها در بند آغوشت بودم حالا دیگر، خواستم سازش کنم با اینکه آزادم نشد. خواستم تکرار یابم لذتی که با تو بود، بارها بر دیگران آغوش بگشادم نشد. میرسد یک روز با افسوس گوید مادرت، عیب من شد این جوان خوب دامادم نشد. پشت سیبی دیگری رفت از بهشت خاطرم، آه این حوا نصیبی حضرت آدم نشد. خودم به جامعه وارد کردم چون این جای پوشیده نیست. من مثلا یک نفر دارای معیوبیت هستم. وقتی که به جامعه وارد می شود این بزرگترین دستاورد است. یعنی شما همه را برابر خودتان میبینید، خودتان از کسی کم نمیبینید و از کسی زیاد نمیبینید. این است برای یک انسان دستاورد. یعنی شکر میکنید که در میانی نمیدونم 10 میلیارد انسان باشد، چند میلیارد انسان ها باشد، شما هستید، شما وجود داره و همین در خودتان دریافت کردن این بزرگترین کامیابی است. در ساحه معارف فعالیت بردنم مثلا میتوانم یک دست کمک خودم به یک ادیبی جوان برسانم و میتوانم دست کمک خودم به یک نفر مثلا چه از لحاظی مثلا سمت حقوقی باشد و چه از لحاظی آموختنی خط باشد مثلا به یک نفری که مثلا دارای شخصی عموما شخصی معیوبیت داشته برسانم. من فکر میکنم که من توانستم که در این جامعه
در برابری بودن هم با یک شخصی ضروری باشه. ҳини суҳбати чандин лаҳзаина бо эҷодиёти ӯ ошноӣ пайдо намуда беихтиёр ба дунёи зебои ботинаш ворид гардидем. ӯ аз зумраи нафаронест ки сабку хутути вижаи худро дарёфтааст ва бебозгашт ба маҷрои бузурги адабиёт пайвастааст. шоир будан инсон будан аст, мегӯяд ӯ. инсони ҳақиқатнавард, инсони рисолатшинохта ва фардобин, инсоне ки суханаш дилҳои афтодаро аз чоҳ то моҳ мероҷ медиҳад, мегӯяд ӯ. رسالت هر یک انسان در زندگی در قطار مردم انسانوار زندگی کردن است. وقتی که شما می توانید در قطار جامعه برابر جامعه زندگی کنید و در برابر زندگی کردن مثلا برای مردم یک چیز هدیه میکنید، یک چیز بی‌مزد، بی مبلغ، از دلتون از با محبت هدیه میکنید، و خودش رسالت است. من فکر میکنم که همین یک مصرع اگر ما گوییم یک نفر از اون بهره برد و خودش یک رسالت یک نفر انسانی جوینده است. شاعر بودن اصلا کلمه خود شاعر از شعور گرفته، کلمه شعور گرفته شده است و شاعر بودن یعنی که اندیشه های خودت در قالب نظم، یعنی به یک بازیافت، به یک نوگانی، به یک تصویر، به یک شباهت دهی، به یک مانند کنی برای جامعه پیشنهاد کردن، یعنی که مردم به یک راه درست، به یک راه روشن راهنمایی کردن است. дар эҷодиёти меҳровар мавзӯи ватан, истиқлол, ваҳдат бисёр ҷиддӣ аст ва кори ӯ танҳо барои исоботи шоирӣ ки нишон бидиҳад дар ин мавзӯъҳо шеър гуфтан нест, балки ба ин мавзӯъҳо содиқ аст ва сидқан ин мавзӯъро дар шеър овардааст ва гармии муҳаббат дар шеърҳояш ҳис мешавад. این هم دعوت است برای نسل جوان که منفعت های ملی را حفظ کنند، مقدسات های ملی را مثلا وصف کنند. استقلال، نگاه کنید، استقلال همسین سال ما جوان است. مثلا من در یک شعرم گفتم که حقوق مرد را با زن برابر گفت استقلال، حقوق مرد را با زن برابر گفت استقلال، سعادت ها شما را باد رهبر گفت استقلال، سلیمان نیستم دانم زبانی مرغکان، اما قفس بشکست از شادی کبوتر گفت استقلال، تنابی بخت را دادند بر مادر، پدر مادر جهالت مرد با لبخند دختر گفت استقلال، خیالم بند کردم تا نویسم شعر خوشبختی، به تعظیم قلم در گوش دفتر گفت استقلال، ز وهم جنگ در خانه صدا زد چون کشیدم دستش در گفت استقلال. به استقلال این کشور فقط یک فرد باور داشت، دیگر امروز هر یک فرد کشور گفت استقلال. و من در همین شعرم اگر شما اهمیت داده باشید، مثلا من دختره استفاده میبرم، یعنی در اونجا هم یک جوانهای ما حقوق خودشون رو به دست گرفتن. من پیوسته کوشش میکنم که مثلا از حیات، از وضع امروزی جوانها مثلا در اشعار خودم استفاده برم و اونها رو مثلا تلقین کنم که جوانی را با خوشی و با سعادت پسی سر کنم. меҳровар собит намуд ки инсон агар хоҳиш дошта бошаду иродаи қавӣ, албатта бар ҳадафи гузоштааш мерасад. ӯ мегӯяд: ту метавонӣ тамоми он чӣ ки дар дилат дориву дар зеҳнат мепарварӣ амалӣ намоӣ. кофист азм кунӣ, бикӯшӣ ва ба худат бештар бовар кунӣ. ӯ имрӯз собит менамояд ки қаламрави инсон номаҳдуд аст ва нерӯи одамӣ бекарон. بزرگترین چیزی که تمام انسان ها را کامیاب میکنه این اراده است. اگر میگد ارادت نداری سعادت مجو. انسان اگر گویی که میتونم برو میکوش، میتونی. اگر گویی که نتوانم برو بینشین که نتوانی. یعنی تمامی چیزها را مثلا برای انسانیت مهیا است.
فقط ما عقل داریم، چشم داریم، گوش داریم، دست داریم، پا داریم و باید ما اینها رو به حرکت درآوریم. ما از این باید این چیزها رو ما استفاده برده توانیم. همین نعمت هایی که خداوند برای انسانیت میدهد در وجود انسان هست، نوابسته از کدامش درست کار میکند کدامش درست کار نمیکند. شما باید روح خودتون به حرکت بیارید، مثلا روید دنبال تمام آرزوهاتون، از چیز نهراسید. اگر به دنبال هوس رفتید، به دنبال همون خواهش خودتون رفتید، میرسید. اگر نرفتید اوه نمیبیاد. باید حرکت کنید. ناگفته نماند که مهرآور سال 2017 دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов فاکولته اقتصادی به اختصاصی به حسابگیری محاسبی، تحلیل و اودیت داخل شده آن را سال 2021 ختم می‌نماید و نام برده عین حال در وظیفه خزینه‌داری پلانتاری به نام ابو محمود خوجندی فعالیت دارد. خب من پس از ختم دانشگاه اولین کار خود را در روزنامه رهبر دانش که در نزد شعبه معارف ناحیه باباجان غفورov فعالیت میبرد شروع کردم. من در روزنامه به حیث صحیفه بند فعالیت میبرم، بعدا به حیث مخبر. سال 2021 بود به فکرم. بعدا به مرکز تحصیلات علاوگی ولایت سوق همراه شدم. پس از آن زیاده از 1 سال در مؤسسه دولتی مرکز علمی کمالی خوجندی به حیث سرمحاسب فعالیت بردم. بعدا اصلا عین حال در پلانتاری به نام ابو محمود خوجندی در شهر خوجند فعالیت میبرم. اختصاصی که مثلا انسان برای زندگی، برای پیشبرد زندگی خود انتخاب میکند و از پشت وی مثلا نان میخورد و فکر میکنم باید یک اختصاصی باشد که در زمان امروزی ما بسیار مفید باشه. خب اصلا شعر گفتن این یک استعداد است، شعر گفتن یک مهارت است، یک در یک سطح معین نگاه داشتنی روح خود است، مثلا ذوق خود. و البته اقتصاد سمت مثلا من اختصاصم به حسابگیری محاسبه تحلیل و اودیت است. من در این رشته هم کار و فعالیت میبرم. شکر آنقدر مثلا موفق خوب هم نباشیم، ناموفق نیستیم. مهرآور از مشکلی ها نمی‌هراسد و از زندگی تجربه می‌گیرد. خود را به سوی ابتکار و تازه‌کاری ها می‌برد. به خاطر که شما یک قدم پیشتر گذارید باید 2 قدم گاه میشه، ضرور میشود که شما 2 قدم مثلا به قفاتر مانید. هست مشکلی همیشه هست و همون مشکلی ها هست که در دل ما خواهش بیشتر به خواسته هامون رسیدن پیدا می شود. اگر مشکلی ها نباشند ما همین با آسانی به اون خواسته هامون برسیم و لذت نداره. درست است که اگر مشکلی باشد، مثلا انسان تا گشنه نماند به قدر سیری نمیرسه. مهرآور مسجاحی از زمره آن شاعران است که می‌خواهد امروز دانش خود را تکمیل داده ادامه دهنده این مکتب بزرگ ادبی باشد. کوشش می‌نماید شعرهای آفریده‌اش از لحاظ بند و بست، سوژه‌ناکی و درون‌مایه به دنیای خواننده و ذوق و سلیقه آنها سازگار باشد. نگذارید که بر آینه سنگ اندازند، نگذارید که بر آینه سنگ اندازند، طرفی بیگناهان تیر و تفنگ اندازند. نگذارید که در پرده اخلاص شما چند ناباور غفلت زده چنگ اندازند. نگذارید که در بیشه افکار شما وحشت و همهمه شیر و پلنگ اندازند. نگذارید که فرزانه زن را بر رسوم برده در بستر یک شوی گرنگ اندازند.
نگذاره دیگر رستم و سهراب را و دو سه حرف فریبنده به جنگ اندازند. نگذاره که فرهنگ شما را آسان چند قلاب و قلاب فرنگ اندازند. و تمامی جوانها توصیه ما این است که پیش از همه زندگی را دانند، زندگی را دوست دارند و مقصد گذارند و مهمتر از همه دانند برای چی زندگی میکنند. مثلا نقشه های آینده خودشون را سازند، همیشه آرزو داشته باشند، آرزوهای کوچک نه، آرزوهای بزرگ. من در یک بیت خودم گفته بودم که تا رسیدن چقدر حس عجیب داریم، آرزو خوب بود تا که نگردد عملی. چون آرزو وقتی که شما با آرزوتون میرسید دیگه شوق و تکاپو و جستن و دیگر حرکت شما نمیرد، هم کم میشود. به همین خاطر من از تمامی جوانها میخوام آرزوهای بزرگ داشته باشند، همیشه به ملت، به دولت محبت داشته باشند، ارزش‌های ملی را مقدس دانند، تاریخ خودشون رو فراموش نکنند، فرهنگ نیاگان ملت ما را حفظ کنند و با هر راهی که نباشد ملت خودشون رو در عرصه بین المللی معرفی کنند. ساختار اندیشه و بیان زبان شعرهایش روان و مطلوب است و خواندن شعرهای اجتماعی او از این رو لذت دارد و ما به این جوانی سرتلاش در فتح قله‌های مشکل سخن آفری کامیابی‌های بی‌نظیر را تمنا داریم.